روز بخیر. ریزا اینجاست. امروز یک چیزی خیلی زیبا، یک چیزی خیلی مهم، یک حاضر به شما نشون دیم. چون این براستی آرزوی کودکی من بود که این را داشتم. حاضر میبینیم. خب این را میکشیم از این طرف. خب خیلی چیزی مهم است برای شخصا من. اکنون برای شما را نمیدونم ولی برای من در حقیقت مهم است. و از این طرف میکشیم. خب بعد آماده است. باز بگم که این خیلی مهم است. بله، چیزی از هم مهم. چی فکر داره؟ 1 2 3 4. اوپس. بله دوستان مهربان، itAmuz.com دیدید این مایکه برندی ما، ولی براستی صفتش اونقدر خوب نیست، به ما پسند آمد صفتش، ولی اصلا مهم در اینجا برند است itAmuz.com. و چرا گفتم که این آرزوی کودکی ما است؟ چون که ما یک وقت آرزو داشتم که از ما باشد، چیزی که ما ساخته باشم و برندی شرکتی ما باشد، با جای اون که ما میپوشیم لباسای گوچی را، لباسای ادیداس را، لباسای اپل و فیسبوک را، ولی همین زمان دیگه لباسای itAmuz را پوشیدم در کار. و برای سال 2021 وقتی که ما کار میکردم در BMW و آنها هم گناه لباس ها میدادن تا که ما میپوشیم و رویم و همون قسم احتیاطی خودی ماشین های این شرکت رو در کامپیوتر در اکسل سکنر کنیم. و ولی این زمان ما همین حس کردم از خودمان. بله www.itAmuz.com. چی فکر دارد وابسته به لباسی نوی من در شهر نویسید که همین دیزاینش کجا شیواز کنیم. ما فکر میکنم که این زمانی کم در یک کلانتر است. خب اینا مایده تر میکنیم و itAmuz.com رو هم کم در یک مایده تر میکنیم تا که زیباتر شود. ولی باز من میگم که این صفتش در حقیقت که خوب نیست، صفتش هم بهتر کردن در کار تا که دیگر ریزا گیف هر یک پخش مستقیمی که میخورد، هر یک صحبت‌های آنلاینی که میکند، همه جایی که میرود دیگر با همین لباس، تمام یک لباس، دیگر لباس ها رو خرید نمیکنیم. مینیمالیست شدن لازم. در اصل حکومت مینیمالیست بودم قریب 1-2 سال اخیر که یک لباس دارم ما فقط تنها. ولی ما فکر میکنم که این زمان اگر که همین برند itAmuz رو زیباتر کنم و صفت بلندتری لباس رو یابم، دیگر فقط یک عمر من رو با همین لباس ها میبینه دیگر در همه جا. بله، تشکر زیاد عزیز. خیر، مایکه لباس چی است؟ مایکه با زبان ترکی؟ با زبان ترکی چی میشود مایکه؟ نگیسید در شهر